روزی که با دوستام رفته بودم پارکو براتون بگم. یه جمعه شب تو تابستون بود. به دوستام آلیسا و مایا گفتم که شب بیان خونمون بمونن تا دوره هم باشیم. اول آلیسا رسید، بعد مایا. رفتیم بالا تا وسایلاشونو بذارن تو اتاق من و بعدش برگشتیم تو پذیرایی تا تو PS5 مسابقه رقص بدیم. یعنی همون کاری که همیشه جمعه ها میکردیم. چند ساعتی بازی کردیم و منم مثل همیشه امتیاز فول گرفتم. بعد دوستم مایه گفت که بیاید بریم پارک کنار خونتون تا به ستاره ها نگاه کنیم. به بابام اطلاع دادم و با تیشرت تو خونه و سویشرتمون راه افتادیم سمت پارک. من آدم ترسویی هستم و همیشه وقتی تو تاریکی راه میریم میترسم یه چیزی از یه جایی بپره بیرون. دوستان میشناختن منو و همیشه همچین موقعهای منو آرومم میکردن. بعد رفتیم تا بازی و کلی مسخره بازی در آوردیم و خندیدیم و مثل نینی کوچولوها میگفتیم بیشتر حل بده. کم کم مسخره بازیامون ته کشید و حرفای دخترونا و اونجوری زدیم. من همش حس میکردم یکی نگامون داره میکنه، ولی وقتی دور و برمو نگاه کردم هیچ ماشینی تو پارکینگ نبود و کسی نه تو زمین بازی بود، نه تو پارک، نه تو دستشویی. با خودم گفتم شاید فقط یه حیوان باشه، ولی بعد حسم گفت نه، یکی داره نگامون میکنه. میدونم حس شیشم من تقریبا همیشه درست در میاد. دوستان فهمیدن که من ترسیدم، واسه همین آلیسا یه خاطره خنده‌دار برامون تعریف کرد و از قدیما گفت تا حواسم پرت شه. حالم بهتر شد و با گوشیم یه آهنگ گذاشتم و از سرسره رفتم بالا. بعد دوستم ازم بالای سرسره چند تا عکس گرفت تا بذاره تو استوریش. مایا داشت آلیسا رو روی تاب هل میداد و منم سر خوردم برم پیششون و بعد گوشیشو گرفتم تا عکسامو چک کنم. از گوشه چشمم دیدم یه چیزی داره تکون میخوره. رفتم جلوتر و دیدم یه چیزی زیر سرسره است. برگشتم پیش دوستام و گفتم وای بچه‌ها، شما هم اون چیزه رو میبینین؟ هر دوشون گفتن نه، احتمالاً سایه ماشینایی که رد میشن. نترس. خودم میدونستم که اشتباه نمی کنم و بعد گفتم نه بچه‌ها، یه چیزی زیر سرسره است، ببینین. بعد آلیسا دید که اون چیزه داره میاد سمت سرسره و داد زد آره راست میگی، واقعا یکی زیر اون سرسره است. اون چیز مثل یه حیوان 4 دست و پا اومد سمت ما. خیلی ترسناک بود. تو عمرم ندیده بودم هیچ چیزی اینجوری حرکت کنه. دست و پاهاش خیلی دراز بود و خیلی آروم و بی صدا حرکت میکرد. گوشیمونو که رو زمین افتاده بود و برداشتم و مثل قهرمان المپیک دویدم سمت خونمون. داد زدم یالا زود بدوید. دوستام کنار تاب خشکشون زده بود. داد زدم چرا خشکتون زده، بدوید. دوستام مثل لاک پشت دویدن و گفتن خیلی